سلام و درود میفرستم به شما دوستان همیشگی. 12 ستون موفقیت، نویسنده جیم ران. زندگی سالم. چون مایکل میدانست از حوالی محلی که چارلی در آن زندگی میکرد عبور خواهد کرد، با شماره‌ای که چارلی به او داده بود تماس گرفت تا در صورت امکان سری به او بزند. از روزی که نزدیک ملک آقای دیویس بنزین تمام کرده بود 3 هفته می‌گذشت. او خوشحال بود، چرا که حسن تصادف باعث شده بود تا با دنیایی که زمان رویای آن را در سر می‌پروراند آشنا شود. هرچند او اکنون از آن دنیا بسیار دور بود، اما آشنایی با چارلی و تمایل چارلی برای در میان گذاشتن اسرار موفقیت آقای دیویس دوباره آتش اشتیاق مایکل را برای کسب خوشبختی شعله‌ور کرده بود. به یقین زندگی او یک شبه عوض نمی‌شد، اما از آن روزی که چارلی به او گفته بود در صدد تغییر و اصلاح خود برایت خیلی اندیشیده بود، مایکل متوجه شد که خودش را از یاد برده است و دیگر امید و آرزویی ندارد. به عبارتی او زندگی را وا داده بود و به جای اینکه در قبال خود و زندگی خود مسئول باشد شرایط و اوضاع را ملامت میکرد. اما اکنون مصمم بود تا همه اینها را تغییر دهد. از 3 هفته پیش، یعنی روزی که آن برخورد اتفاقی رخ داده بود، مایکل فهرستی از 10 چیز را که میخواست در زندگیش تغییر دهد تهیه کرده بود. هر روز به آن فهرست نگاه میانداخت و سعی میکرد دست کم روی یک از آن موارد کار کند تا با تحقق آن این باور او تقویت شود که خواستن توانستن است. اگرچه این قدم ها کوچک اما در جهت درست بودند و ارزش آنها بیشتر از آن چیزی بود که او طی تمام سالهای گذشته برای خود کرده بود. وقتی مایکل با چارلی تماس گرفت، چارلی به او گفت که از ملاقات و گپ زدن با او خوشحال خواهد شد. مایکل به او گفت که پس از آخرین دیدارشان چه کار کرده و امیدوارد چارلی از آقای دیویس برایش بیشتر بگوید. چارلی به او گفت که از این کار بسیار خوشنود خواهد شد. اگرچه مایکل تصور میکرد یاد گرفتن اسرار موفقیت آقای دیویس به واسطه چارلی کمی عجیب است، اما میدانست که مرد همچون خودش نمیتواند با مرد ثروتمند و پرمشغله چون آقای دیویس دمخور شود و از این رو همین فرصت رو هم مایکل دید که چارلی طبق وعده دروازه را برای ورود او باز گذاشته است. او وارد راه ماشین رو محوطه شد و چشمش به چارلی افتاد که در سمت راست ساختمان در باغ مشغول کار بود. این باغ از باغچه‌های متعدد تشکیل شده بود و مایکل حدس می‌زد که چارلی دست کم 20 ساعت در هفته را صرف رسیدگی به آن می‌کند. ترکیب رنگ گل‌ها در هر یک از باغچه‌ها بسیار تماشایی و دیدنی بود. معلوم بود که چارلی فرد منضبط و دقیق است. مایکل ماشین خود را به یکی از جاپارک‌های کنار کارگاه هدایت کرد و به طرف چارلی برآ افتاد. او نگاهی به ساختمان انداخت تا شاید فردی از خانواده دیویس یا حتی خود او را مشاهده کند، اما خبری از آنها نبود. خورشید در وسط آسمان می درخشید. وقتی چارلی سر خود را بلند کرد تا به مایکل خوش آمد بگوید، دست خود را که با دستکش پوشانده شده بود همچون سایبانی روی پیشانی قرار داد. سلام مایکل، خوشحالم از این که دوباره می بینم. من هم از دیدن شما خوشحالم چارلی. چارلی در حالی که به باغچه اشاره میکرد گفت اشکالی ندارد در حین صحبت کردن و کارهای باغچه هم برسم. مایکل جواب داد نه به هیچ وجه. خوشحالم که زنگ زدی و گفتی یه سر میای اینجا. گفتی مسیرت از این برا بود. بله، امروز بعد از ظهر یک قرار ملاقات دارم، اما دلم میخواست اگر باشید یک سر هم به شما بزنم. خب میبینی که من اینجا هم. چه کارم داشتی؟ راستش درباره آخرین صحبتمان خیلی فکر کردم. چارلی در حالی که روی زمین زانو میزد تا با وزن گلها رسیدگی کند گفت آره. به چی فکر کردی؟ به این که باید زندگیم را عوض کنم و روی خودم کار کنم. من خودم را تسلیم یک زندگی پیش پا افتاده و بخوران میر کرده بودم، اما حالا متوجه شدم که توقع بیشتری از زندگی دارم. منظورم اینه که دیدن خانه آقای دیویس و همه این چیزها باعث شد تا کمی چشمهایم را باز کنم و ببینم که به چی میتوانم تبدیل شوم. البته نه در حد مقام و ثروت آقای دیویس،
اما فهمیدم که میتوانم به بیشتر از آن چیزی که الان هستم تبدیل شوم. درست میگم؟ البته مایکل دیدن کارهای دیگران، انجام دادن انگیزه جا طلبی مثبت رو در ما ایجاد میکنه. مایکل گفت شاید توقع به جا باشه، اما میخواستم ببینم که ممکنه 11 ستون موفقیت بعدی خود را ببخشید آقای دیویس را به من یاد بدین. در این فکر بودم که اگر گاهی همدیگر را ببینم تا شما از آقای دیویس و رموز موفقیتش را برایم تعریف کنید. بلکه دائما این خیلی عالی مایکل، احساس میکنم برای دوست آماده شدی. بله همینطوره. مدت هاست که مثل آدمای افسرده شده بودم. از این طرز زندگی به تنگ آمدم. حق من بیشتر از اینها است و فکر میکنم شناخت پیدا کردن از کسی که با اصرار موفقیت آشناست رو به آدم نشون میده. درست مایکل، این باعث میشه که آدم مسیر درست را طی کنه. خب حالا چی میخوای بدونی؟ خب ممکنه بقیه ستونها را برایم بگین؟ فکر میکنم همه شون را میدونید، درسته؟ و سپس با خنده ریز گفت اونا آدم را به یاد 10 فرمان میندازن. مایکل، اگه اونا خود 10 فرمان نیستن اما خیلی مهمن. بله من اونا رو خوب بلدم. من امروز همش 30 دقیقه وقت دارم. اگه برای شما اشکالی نداشته باشه دفعه بعدی طوری برنامه ریزی میکنم تا وقت بیشتری داشته باشم. اما شاید امروز بتونید رو به هم یاد بدین و این ترتیب میتونم تا جلسه بعدی روی اونا کار کنم. ببینم روی اولین ستون کار کرده. این از این لحاظ اهمیت داره که باید آموخته هایت را به کار بگیری. بله اونو به کار گرفتم. فهرست از چیزهایی رو که میتوانم در زندگیم تغییر بدم تا یک قدم های کوچکم در راه اصلاح برداشتم. آفرین مایکل، حالا که اینطور خوشحال میشم تا دو تای بعدی رو برایت بگویم. چارلی علف کوچک را دید، آن را به سرعت کند و روی کوپه از عقب که از اوایل سوق کنده بود انداخت. ستون شماره 2 سلامتی کامل هستش. آقای دیویس معتقدند که سلامتی کامل از 3 بعد تشکیل میشه. اونا چی هستن؟ خب وقتی صحبت سلامتی پیش می آید بیشتر مردم یاد سلامتی جسمی می افتند، اما از دیدگاه آقای دیویس سلامتی فقط به این محدود نمیشه. ایشون معتقدند که انسان از 3 بخش تشکیل شده: جسم، روان و روح، یعنی 3 بعد. بله حدس می زدم، اما میشه بیشتر توضیح بدیم؟ بله البته بدیهیه که همه ما جسم داریم، اما علاوه بر دارای روان هم هستیم که شامل عقل، احساس و اراده ایمون میشه و غیر از اینها از روح برخورداریم. روح بخشی از ماست که میتونه به فراسوی این جهان سفر کنه، بخشی از ما که جاودانه است. اما حقیقت اینه اکثر مردم فقط به یکی از این 3 بعد میپردازن. آقای دیویس معتقدند ما باید به همه این ابعاد توجه کنیم چون اونا لازم و ملزم یکدیگر هستند. منظورتون از این که بیشتر مردم فقط به یک بعد میپردازن چیه؟ بعضی از مردم فقط به سلامتی جسمیشان توجه دارن. اشتباه برداشت نکنید. ما باید به سلامتی جسمیمون اهمیت بدهیم چون خیلی از آدم‌ها هستن که سلامتی جسمیشان غافل میشود. تا حالا دقت کرده که بعضی از آدم‌ها از حیوانات خانگیشان بهتر از خودشان مراقبت میکنن. حیوانهای اونا مثل باد میدوند، اما خودشان اگر از پله‌های یک طبقه بالا بروند و هون میفتن و اونایی هم که به فکر سلامتی جسمی خودشان هستن از 2 بعد دیگه غافل میشوند. یک عده دیگه از آدم‌ها فقط فکرشان رو پرورش میدن و جسم و روحشان را فراموش میکنن و عده دیگه اونقدر دنبال معنویات میرود که از زندگی زمینه خودشان غافل میشود. آقای دیویس معتقد است که راه درست اینه که تعادل را در زندگیمان برقرار کنیم. مایکل، تو در زندگی تعادل را در نظر داری؟ مایکل نگاهی به شکم 40 ساله خود انداخت و فکر کرد وضعش بد نیست. خوب هیکلم که تو فرمه. فکر میکنم توی تمرین های بدنی کم بیارم. چارلی گفت از لحاظ فکری، معنوی و احساسی چطور؟ اقرار میکنم که زیاد اهل کتاب و مطالعه نیستم. در اوقات فراغت بیشتر تلویزیون تماشا میکنم. چارلی به میان صحبت‌های او پرید. این فایده زیادی برایت ندارم مایکل در ادامه گفت. از لحاظ معنویات او بیشتر ادامه نداد زیرا نمیدانید چی بگوید. چارلی سرش را بالا آورد و به شوخی گفت چی شد؟ گربه زبانت را خورد؟ نه، فقط زیاد به معنویات نمیپردازم. خب این خیلی مهمه، یعنی از همه مهمتر. آقای دیویس میگن
که این مثل یک پیاز سه میماند. وقت لایه های رویی را برداره به مغزش میرسید. معنویات در مرکز قرار داره و از همهشان مهمتره. لایه بعدی روان و لایه خارجی جسم یا اندام ماست. هر لایه روی لایه زیرین خودش بنا شده و استحکامش وابسته اون متوجه شده. ولی فکر کنم خوب از کجا باید شروع کنم؟ میتونه با رجوع به اصل و ریشه شروع کنه. ببینم افراد خانواده آدمای مؤمنی بودن، ولی معلومه ما هر هفته به کلیسا میرن. پس برو اونجا، از همون جا شروع کن. کتاب‌هایی را بخوان که باعث رشد معنوی و پرورش روحت می شود. این شروع خوبی از لحاظ جسمی. چطور؟ زیاد وقت نمیکنم ورزش کنم. باید شروع کنی حتی اگر نیم ساعت در روز باشه. گفتی ازدواج کرده، درسته؟ بله همینطوره. از زنت بخواه که شبها نیم ساعت باهات به پیاده روی بیاید. او با خوشحالی از این کار استقبال میکنه و این برای تو هم یک ورزش محسوب می شود. هدف اینه که تکونی به خودت بدی و تمرین رو شروع کنی. آقای دیویس همیشه میگن که باید خوب به جسممون برسیم، چون تنها جاییه که توش زندگی میکنیم. عقیده جالبیه. بله مایکل، نباید از سلامتی جسمی و درونت غافل بشی. اگر به بهبود وضعیت هر سه بعد وجودت، یعنی سلامت، جسم، روان و روح توجه داشته باشی، خواهی دید که اونا قوی‌تر خواهند شد و هرچه قوی‌تر بشن همدیگر رو هم قوی‌تر میکنن. هر سه اونا به هم مرتبطن. این ستون دوم. فهمیدم مایکل نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و متوجه شد که فقط 10 دقیقه دیگر وقت دارد. آرزو میکرد بیشتر وقت داشته باشد. که ستون سوم چیست؟ تا بخش دیگر بدرود.